یه جوری میگی که من گفتم تنگ هرمز دست ما نباشه. بله شما میگی در دوره جنگ ببینیم بعد بازش کنیم بدیم بره. شما گفتید بدیم بره. مال ننت بوده که بدی بره. مال عمت بوده که آقای شهریاری، آقای شهریاری ادب. مال کی بوده که بدی بره؟ آقای شهریاری مال کی بوده؟ ارث بابات بوده؟ مجلسید. این چه تربیتی؟ این چه ادبیاتیه؟ شما ادبیاتتون هر جور بگی هیچ اشکالی نداره. ما بگیم اشکال داره. من ببخشید من وارد بحث ناموسی شدم. این منطق شماست. ارث باباته؟ آقا اصلا من دارم از شما سوال میپرسم. شما ربطی نداره. من ربط تنگ هرمز تابع زیر قوانین ولی در زمان جنگ هست ما هر کاری لازم باشه انجام میدیم. اولا چیکار کنین؟ جنگ آدمی چیکار کنین؟ با چی میخوام میجنگید؟ اون روزم تو کمیسیون امنیت ملی گفتم آیا شما بعضی اینطوری میگفتن یه فرصت تاریخی گیر ما اومده آمریکا اسلامی منهدم کنین. آخه با چی؟ کی چنین حرفی زد؟ 1200 انصافا کی اینو گفته؟ من نشینم کسی. حالا 1200 میلیارد دلار بودجه نظامی شد. 10 میلیارد بودجه نظامی شما که 5 میلیاردش صرف یغلبی و لباس و پوتین و بند پوتین میشه. با 5 میلیارد دلار میخواد یک کشور 1200 میلیاردی را که هزاران نوع تکنولوژی داره که هنوزم چیز نه اینکه من الان اینا رو مطرح کنم که از تکنولوژی میترسم، از جنگ میترسم. من بچه جنگم آقای ثابتی. من از 15 سالگی شناسنامه و دستکاری کردم رفتم جنگ. تو همه عملیات تا آخر جنگ بودم. جنگو هم دیدم. خیانتایی که در جنگ هم شد به ما دیدم. هر چی ما تو 6 سال جنگ دیدیم سال آخر از دست دادیم. به خاطر بالاخره همین افکاری که شما دارین. اون موقع هم یک ضربه شدیدی علیه منافع ملی زد. میگین که امام بعد حالا نمیدونم جامعه نره. امام مجبور شد. الان شما میخواین یک کاری بکنین که رهبر مجبور بشه جامعه ذره در یک مقطعی بنوشه. برادر شما که نمیتونی با دنیای بین الملل. کدوم کشور الان دوسته در دنیای بین الملل؟ یکی از همسایه‌ها را اسم بر که باید دوسته. عمان. ما باید دوست عمان هم که زدیم که محکوم کرد که شدیداً محکوم کرد شما رو. ولی معادلاتش خصمانه نیست. عمان میاد تو جنگی که بشه از شما حمایت کنه. نه خصمانه نیست. خود شما میدونید. نه ترکیه باید نه همین پاکستان نه عراقی که